سلام، من مرشاد ایمانی هستم. در نخستین بخش از مجله تصویری تاریخ مصور همراه شما. قرار در این مجال با شما روایت هایی رو در میون بذارم که شاید کمتر شنیده باشید یا دست کم سعی کنم وجوه تازه‌ای از موضوعاتی که کلیتش رو شنیدید رو با شما مطرح کنم. تاریخ همه چیز، همه کس و همه رویدادهای مهم، هر موضوعی که بتونه برای شما جذاب باشه. حتما در این مسیر من تنها نیستم و شما هم حضور دارید، نه فقط به عنوان بیننده و شنونده، بلکه به عنوان بخش مهمی از تولید محتوای مجله تصویری. پس واقعا به کمک‌های فکری شما نیاز دارم. یعنی من رو نقد کنید تا در مسیر پیش رو به بهترین شکل با هم جلو بریم. ایده‌هاتون رو با من در میون بذارید تا همه اون چیزی که ساخته میشه ناشی از یک ذهن نباشه و همه بتونیم دست به دست هم بهترین محتوا رو در بستر موضوعات تاریخی بسازیم. پس در کامنت های همین ویدیو و ویدیوهای بعد نظراتتون رو با من در میون بذارید. با ایمیل تاریخ مصور هم میتونید در ارتباط باشید. این از حمایت فکری، ولی به حمایت معنوی شما هم به شدت نیاز دارم تا بتونم همراه شما این مسیر رو ادامه بدم و صادقانه عرض میکنم و ازتون میخوام که صفحه تاریخ مصور رو سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو بزنید تا هر ویدئویی که بارگذاری میشه به شما نشون داده بشه. یه معرفی کوتاه هم از خودم دارم. من در رشته حقوق تحصیل کردم، ولی از سال 90 تا به امروز کارم روزنامه نگاری بوده. در ابتدا در روزنامه اعتماد کار میکردم، صفحه حقوقی در می آوردم. بعدش به مجله نسیم بیداری رفتم، تاریخ سیاسی کار میکردم. بعد به روزنامه قانون که در روزنامه قانون هم سرویس حقوقی بودم، هم صفحه ایرانیان با محوریت تاریخ قومی و هویت اقوام رو کار میکردم. بعد به روزنامه شرق رفتم و در روزنامه شرق هم سرویس سیاسی بودم و البته تاریخ سیاسی کار میکردیم. بعد از اون در چند سایت مختلف کار میکردم تا به امروز که در خدمت شما هستم و امید دارم که در این بستر بدون تقیدهای رسانه‌ای و اون نظارت‌هایی که وجود داره قدری بیشتر به سمت واقعیت حرکت کنم و البته ارتباط مستقیم با شما مخاطب‌ها رو داشته باشم و امیدوارم که بتونم یک چیزی در حوزه روزنامه‌نگاری اضافه کنم. اما قراره در تاریخ مصور چه کار کنیم؟ سوژه های تاریخی مورد بررسی رو یکی بر اساس مناسبت ها بهشون میپردازیم و یکی هم سوژه هایی که مناسبت تاریخی ندارن ولی میتونن برای شما جذاب باشن. تمام تلاش من بر اینه که اطلاعاتی که به شما ارائه میکنم از رفرنس های دقیق باشه، از کتب مرجع گرفته تا خاطرات و مصاحبه های افراد تا روایت های شاهدان عینی و هر چیزی که بتونه به فهم قضیه بیشتر بهمون کمک کنه. در ابتدا میخواستم موضوع رو فقط اختصاص بدم به تاریخ سیاسی، ولی احساس کردم شاید برای همه جذاب نباشه و باب میل خودم هم همین بود که هر چیزی که تاریخی پشت سرش هست رو به عنوان سوژه قرار بدم. مثلا از تاریخ ملی شدن صنعت نفت و حواشی بسیار زیادش گرفته تا تاریخ چای در ایران یا تاریخ فرهنگ‌ها و آیین‌های ملی و حتی همه فرهنگ‌ها، آیین‌ها و رخدادهایی که خارج از ایران اتفاق افتاده. همه اون چیزی که و همه اون موضوعاتی که میتونن برای شما جذاب باشن و سعی هم میکنم
از آرشیو شخصیم و هم از اون چیزی که در فضای اینترنت موجود هست به تناسب موضوع عکس و فیلم تهیه بکنم تا روایت‌ها بر اساس عنوانی که بر این مجله گذاشتیم، یعنی تاریخ مصور باشه. ولی در این قسمت میخوایم به بررسی تاریخ نویسی در ایران بپردازیم. اینکه از چه زمانی شروع میشه و در دوره‌های مختلف به چه سمتی میره، از آغاز تا امروز. واقعیت اینه که سنت تاریخ نگاری در ایران پیش از اسلام به خاطر نبود آثار مکتوب از دوره قدیم و دوره میانه به درستی مشخص نیست. به همین دلیل خیلی نمیشه گفت تا قبل از ساسانیان روایت‌های درستی به عنوان تاریخ نویسی مستقل در ایران وجود داشته. ایرانی‌ها تا قبل از دوره ساسانی بیشتر تمایل داشتند که تاریخ رو به صورت شفاهی و به قول معروف سینه به سینه روایت بکنن. به همین دلیل در کمتر آثار مکتوبی ما ثبت وقایع تاریخی رو می‌بینیم تا دوره ساسانی. البته که نمیشه از کتیبه‌های هخامنشی به عنوان مهمترین منبع فهم تاریخی اون دوران عبور بکنیم. کتیبه‌های هخامنشی به معنای دقیق برای تاریخ نویسی نوشته نشده بودند، ولی هدف اصلی شاهانی مثل کوروش، داریوش یا خشایارشاه رسوندن پیام‌هاشون به نسل‌های بعد از خودشون بوده که شاید بشه محتوای این هدف رو نوعی تاریخ نگاری دونست. اما از دوره ساسانی بهتر میشه گفت که تاریخ نویسی در ایران شکل میگیره. یعنی ما با یک مجموعه روبروییم که میشه اسم اون رو تاریخ نگاری به معنای دقیق گذاشت. تاریخ نگاری اون دوره بیشتر وامدار داستانهای آیینی حماسی دوره پیشدادیان و کیانیانه. روایت‌های حماسی و تاریخی پارت‌ها در شمال و شمال شرقی فلات ایران یا همون خراسان قدیم و روایت اساطیر موجود در اوستا و اخبار شاهان ساسانی. اما یه ایرادی وجود داره در تاریخ نویسی دوره ساسانی. اونم اینه که روایت‌های تاریخی به صورت گزارش‌های تاریخی ارائه شدن و تاریخ نویس‌ها معمولاً مطابق با عملکرد و خاص پادشاه‌ها تاریخ رو می‌نوشتن یا به صورت گزینشی تاریخ رو می‌نوشتن. میرسیم به ورود اسلام به ایران. با ورود اسلام به ایران وقایع نویسی رواج پیدا میکنه و میبینیم که ثبت سال و ماه و روز در ثبت رویدادها به وجود میاد. قدیمی ترین تاریخ عمومی به جا مونده به فارسی به میانه قرن 4 برمیگرده، یعنی تاریخ بلعمی که به نوعی ترجمه تاریخ طبریه. این کتاب رو چه در حوزه نثر و چه در حوزه تاریخ نگاری باید سرمشق مؤلفهای بعدی دونست. زین الاخبار هم در نیمه اول قرن 5 توسط عبدالحی بن ضحاک گردیزی نوشته میشه. در این قرن شاهنامه ابومنصوری هم بسیار مهمه. این شاهنامه به نثر نوشته شده که به تاریخ ایران پیش از اسلام میپردازه و اصلی ترین منبع فردوسی در سرایش شاهنامه بوده. البته اصل این کتاب از بین رفته و فقط مقدمه 15 صفحه‌ایش باقیه. یکی از مهمترین منابع شاهنامه ابومنصوری خدایی‌نامه‌های ایران باستان بوده و همین موضوع نشون میده گرچه نمیشه خدایی‌نامه‌ها رو مثل اون چیزی که درباره کتیبه‌های دوران هخامنشی گفت، نمیشه خدایی‌نامه‌ها رو به عنوان تاریخ نویسی در نظر گرفت، ولی منبع مهمی برای تاریخ نویسی بعد از دوره خودشون به شمار میان. در قرن 5 در حوزه تاریخ نویسی اتفاقات مهمی رخ میده. کتاب زین الاخبار نوشته عبدالحی بن ضحاک گردیزی به عنوان تاریخی عمومی نوشته میشه و البته شاهنامه فردوسی هم سراییده میشه که شاید مهمترین سند تاریخی هویتی مردم ایران باشه که علاوه بر روایت‌های تاریخ پادشاهی پیشدادیان از کیومرث تا گرشاسب، کیانیان از کیقوباد تا اسکندر، اشکانیان از اشک اول تا اردوان بزرگ و ساسانیان از اردشیر بابکان تا یزدگرد سوم اسطوره‌های ایران رو جاودان میکنه و اجازه نمیده
اساطیر ایران در حافظه تاریخی جهان از بین بره. حتما شاهنامه فردوسی یکی از مهمترین علتهای حفظ زبان فارسی هم بوده تا اجازه نده زبان فارسی به سرنوشت زبان پهلوی دچار بشه. البته که ویژگی‌های درونی زبان فارسی هم از خودشون در برابر تمام تلاطم‌های تاریخی دفاع کرده. میرسیم به قرن ششم که در این قرن مجمل التواریخ و القصص که اونها هم تاریخ‌های عمومی بودن توسط مؤلفی گمنام نوشته میشه و باز هم به شیوه تاریخ بلعمی و در قرن هفتم جوزجانی مشهور به منهاج السراج طبقات ناصری رو مینویسه. میرسیم به دوره ایلخانیان. در دوره ایلخانیان تاریخ‌های عمومی زیادی نوشته میشه، یعنی از اواسط قرن 7 تا اواخر قرن 8. تاریخ‌هایی از جمله نظام التواریخ، جامعة التواریخ، تاریخ بناکتی از فخرالدین ابو سلیمان داوود بناکتی، تاریخ گزیده تألیف حمدالله مصطفی، زبدة التواریخ نوشته جمال الدین ابوالقاسم کاشانی و فردوس التواریخ نوشته ابن معین ابرقوهی. مهمترین کتب تاریخی نوشته شده در این دوره حتما نظام التواریخ تألیف ناصرالدین عبدالله ابن عمر بیضاوی که به بررسی تاریخ جهان از حضرت آدم تا سال 674 هجری و جامعة التواریخ تألیف خواجه رشیدالدین فضل الله که این کتاب هم به شرح جهان، تاریخ جهان تا پایان حکومت قازانخان میپردازه. از این مقطع که شیوه تاریخ نگاری و نثر جامعة التواریخ الگوی مورخ‌های بعدی قرار میگیره و یه اتفاق مهم هم در حوزه تاریخ نگاری در دوره ایلخانی رخ میده، اینکه تاریخ نویسی محلی رواج پیدا میکنه. مجمع الانساب محمد ابن علی شبانکاره‌ای از جمله این کتب تاریخی محلیه که به شرح تاریخ حکومت ملوک شبانکاره‌ای و هرمز و لرستان میپردازه. میرسیم به دوره تیموریان، یعنی از اواخر قرن 8 تا اوایل قرن 10 که در این دوره ذیل نویسی رواج پیدا میکنه، به این معنی که متون پیشین عیناً و بدون هیچ تغییری منتقل میشه. مثل مجمع التواریخ سلطانیه. مولانا معین الدین نطنزی هم تاریخ عمومی و مختصری از آغاز آفرینش تا وقایع سال 807 می نویسه. تاریخ نویسی عمومی هم البته در دوره تیموری همچنان رواج داره و آثار مهمی از جمله روضة الصفا و تاریخ حبیب السیر از این دوره به جا مونده. و می رسیم به دوره صفوی که دوره‌ای پر از ابهام، پر از نقد و البته پر از مدح. بسیاری موافقشن، بسیاری منتقدشن که میتونیم در یک جلسه مجزا به طور مفصل بهش بپردازیم. ولی در حوزه تاریخ نگاری با افزایش قدرت ایران به واسطه گسترش مرزهای ایران و شکلگیری دوباره امپراتوری ایران از اوایل قرن 10 تا اواسط قرن 12 برخی مورخ‌ها به تألیف تاریخ عمومی ایران به خصوص شرح حکومت پادشاهان صفوی روی آوردند. از جمله یحیی بن عبداللطیف قزوینی مؤلف لب التواریخ و قاضی احمد غفاری قزوینی مؤلف تاریخ جهان‌آرا و سید حسن بن مرتضی استرابادی مؤلف تاریخ سلطانی. ولی یه اتفاق بسیار مهم در حوزه تاریخ نویسی در دوره صفوی رخ میده که فرای همه این تاریخ نویسی های عمومی بود. مهمترین اتفاق کشف زبان کتیبه های هخامنشی در این دوره است که شاید قدری هم اتفاقی رخ داد. واقعیت اینه که تا این دوره کسی نمیدونست که خطوط موجود بر الواح هخامنشی متن و دارای محتواه، تا اینکه در سال 1621 میلادی گردشگر ایتالیایی به نام پترو دلاواله از کتیبه های تخت جمشید چند علامت میخی رو نقاشی میکنه و با خودش به اروپا میبره. حدسش این بوده که این خطوط باید از سمت چپ به راست خونده بشه. ژان شاردن
جهانگرد فرانسوی 53 سال بعد، یعنی نیم قرن بعد، یکی از کتیبه‌های ایرانی رو در سیاحتنامه خودش ترسیم میکنه، به نوعی نقاشی میکنه و کند کایلوس در سال 1762 میلادی تصویر یک گلدون از مرمر رو که بر روش کتیبه‌هایی از دستور خط میخی و مصری داشته رو منتشر میکنه و زمینه‌ای برای تحقیق بر اونها رو باز میکنه. 3 سال بعد کارلس تنس نیبور اهل دانمارک از کتیبه‌های پاسارگاد کپی برمیداره و معلوم میکنه که دستور خطهای این کتیبه‌ها از 3 نوعه و ساده ترین اونها متشکل از 42 علامته. دانشمند دانمارکی دیگه‌ای به نام مونترن نوع دوم دستور خط میخی رو در سال 1802 میلادی دستور خط سیلابی یا هجایی اعلام میکنه و میگه که هر کدوم از این علامت‌ها نماینده یک هجا و در دستور خط سوم هر علامت نماینده یک مفهوم یا کلمه است. در ادامه تلاش‌های مونترن، محقق دیگری به نام گروتفند به این نتیجه میرسه که این چند علامت به یک ترتیب و با هم تکرار میشن، پس باید احتمالاً کلمه شاه باشن و کلمه‌ای که قبل از اون اومده و در 2 کتیبه مختلف هم هست اسم شاهه، مثلا خشایار شاه. و بالاخره بعد از همه این تلاش‌ها هنری راویلسون موفق میشه راز سنگ نوشته 20 ستون داریوش رو با 3 زبان فارسی باستان، ایلامی و آشوری کشف کنه و فاش کنه و اینطور بود که در دوره صفوی الفبای زبان فارسی، زبان پارسی و یا به نوعی همون خط میخی شناخته میشه تا فصل تازه‌ای در تاریخ نویسی ایران باز بشه. به این دلیل که بعد از شناخت الفبای زبان فارسی باستان همه کتیبه‌های عصر باستان خونده میشن. میرسیم به دوره افشاریان. در دوره افشاری یک تاریخ مهم وجود داره و اون زبدت التواریخ محمد حسن مصطفیه که در سال 1154 نوشته میشه. میرسیم به دوره قاجار. در دوره قاجار باز هم تاریخ عمومی رواج داره، از جمله زینت التواریخ اثر میرزا محمد منشی الممالک تبریزی و اکسیر التواریخ نوشته علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه و چند کتب تاریخی دیگه. و میرسیم به دوره معاصر. در دوره معاصر هم باز هم تاریخ نویسی عمومی رواج داره و به شیوه سنتی هم رواج داره و افرادی از جمله ناظم الاسلام کرمانی، احمد کسروی، حسن پیرنیا، محمد علی فروغی، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، فریدون آدمیت، مهدی بامداد، عبدالحسین زرینکوب، ذبیح الله صفا، باستانی پاریزی، اسماعیل رائین، محمد امین ریاحی، محمد اسماعیل رضوانی، شجاع الدین شفا و متأخرتر یروان ابراهامیان، عباس امانت، سیروس غنی، محمد علی موحد، ایرج افشار و بسیاری دیگر به کار تاریخ نویسی مشغول بودند و البته بعضی از اینها هنوز هم هستند. ولی افزون بر روایت مکتوب در تاریخ معاصر و به خصوص در چند دهه اخیر یه اتفاق ویژه‌ای رقم میخوره در حوزه تاریخ نویسی و اون ثبت تصاویر و وقایع در قالب عکس و در قالب فیلمه. همون کاری که ما امروز داریم انجام میدیم. یا به نظر میرسه ثبت تاریخ شکل تازه‌ای به خودش میگیره و هم دقیق‌تر میشه و هم اندکی، و تأکید میکنم که اندکی، منصفانه تر، چون که با وجود ثبت تصاویر حاکم‌ها کمتر میتونن در روایت‌های تاریخی دخالت بکنن و اون چه که مطلوبشونه رو به عنوان تاریخ به نسل‌های بعد منتقل کنن. و در سالهای اخیر یک اتفاق ویژه‌تری علاوه بر ثبت تصاویر و فیلم، ثبت عکس و فیلم رخ میده و اون ورود اینترنت به زندگی مردمه که باز هم شکل تازه‌ای از انتقال رخدادها به نسل‌های بعد رو به وجود میاره. و حالا ما در این مقطع از تاریخ با مجله تاریخ مصور
میخوایم با هم درآمیختن تصویر و متن و البته صدا روایتگر تازه‌ای از تاریخ اونچه که بر ما گذشته باشیم و البته با جذابیت‌های روز که متشکل از فیلم و تصویره. میرسیم به پایان این بخش از تاریخ مصور، بخش نخست. من در این بخش سعی کردم هم یک معرفی کلی از مجله تصویر تاریخ مصور به شما بدم، هم قدری خودم رو معرفی بکنم و هم اهداف این کاری که میخوایم پیش ببریم رو با شما در میون بذارم و البته روایتی کوتاه از روند تاریخ نویسی در ایران رو به شما ارائه بدم. و باز هم صمیمانه از شما میخوام که من رو در این مسیر حمایت کنید با سابسکرایب کردن صفحه یوتیوب تاریخ مصور و البته ارائه نقد و نظر بر من. ممنونم از شما و بسیار خوشنودم که در این مجال در کنار شما بودم. تا دیداری دیگر، بدرود.